و این پیران که از کلش کار دستی هست. مثلا یخنی از یکی از بسیار دختر خانم ها مثلا در حساب دخت موره در زیاد کار کردن. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین که واقعا یک لباس اما تو دختر خانمایی که شیک پوش و ظریف پوش هستن اینمی لباسی که بر از اونا ساخته شدن؟ گلاباتون زرد کایی استفاده میشه. از زردش یعنی علیده یک چند پیس است و از سفیدش علیده با این نشانی میشه و بخملشان بخمل ابریشمی بسیار به ظرافت بسیار خوب. این لباس ماست که بسیاری آن کوچوانی میگنشه و یا کارشان چرمدوزی است، کار دست است و یخنشان بلوچی است، تومانشان هم لیلون متن است. کولایی که واقعا دیگه اما تو سنگین هم است ولی بسیار اما تو مقبول است که کد لباس گند افغانی دیگه یک نمود خاص دیگه داره. به نام خداوند بخشاینده و بین‌نهایت مهربان، سلام و درود خدمت یک شما وطنای عزیز ما. انشالله که هر کجای کسی جور و صحت و سلامت باشین. تمنا امیری هستم. دوستای عزیز، این بار فرصت این خداوند متعال بر مساعد ساخت تا که از دریچه دیدار میدیا در خدمت شما هموطنای عزیز باشم و قرار است که از این بعد بهترین برنامه را تقدیم شما هموطنای عزیز بکنم. و من خواستم که امروز در اولین برنامه نزد یک خانم موفق، کسی که واقعا لباسای خیلی مقبول، لباسای گند افغانی که یک از لباسای فرهنگی کشور ما است که تمام دختر خانم‌ها خصوصا در این اواخر بسیار علاقمندش هستن. ببینیم که چه فعالیت‌هایی را انجام میتن و چه قسم لباس‌ها را اینجا آماده می‌سازن. دیگه شما ما را همراهی کنین، ما هم میریم داخل دکان. سلام علیکم، اجازه هستین شما؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ شکر، بخیر باشین، صحتمند. خوش آمدین. میشه که یک سلام علیک داشته باشین با هموطنای عزیز ما؟ سلام، روز بخیر به تمام بینندگان عزیز و تمام هموطنان گرامی. رحیم حاجی‌زاده هستم، رئیس شرکت صنایع دستی و تولیدی خورشید تابان زنان. بسیار عالی. ما امروز آمدیم تا از همین لباس‌های مقبول و گند افغانی و همچنان کارهای شما دیدن بکنیم. بسیار خوب، خوش آمدید. خب چه خوب است که در ابتدا برای ما از همین لباسایی که اینجاست که یک لباس که از همین اول دوستای عزیز ما آمدم نظر ما را بسیار جلب کرد که همین لباس مقبول است که اگر کامرامای نظیم لطف کنه این طرف بین شما اگر لطف کنین وقت داشته باشین که برای ما همین لباس‌ها را به معرفی بگیرین، چون واقعا دوستای عزیز یک لباس بسیار عالی و یک لباس بسیار مقبول است. میشه که در مورد همین طراحی ازی و تکه ازی برای ما معلومات بتین خودتان؟ این لباس ما که از ما به طور کل همین لباس‌های سنتی وطن خود تولید میکنیم که بیازو امی نام تولید ما از خود اسم شرکت ما وایداست و این پیران که از کلش کار دستی هست. مثلا یخنی از یکی از بسیار دختر خانم ها مثلا در حساب دخت موره در زیاد کار کردن و همچنان باقی همین توتایی که دیزاین داده شده با هم از هر تکه از هر نوع تکه استفاده شده داری. همچنان یخن چی دامن ازی که هم چرمه گرفته شده، هم فیته و هم یک فیته پولیدار گرفته شده. سرازی مثلا بسیار فکر میکنیم، بسیار وقتم در بر میگیره که ما تکاره یعنی فکر میکنیم که به چی اندازه باید قیچی کنیم، به چی هنج، به چی سانتی و کدام رنگا را باید پاری هم قرار بدیم تا که بتونیم که از او یک تولید کنیم، آماده کنیم که جلب توجه مشتریان با خود داشته باشه. بسیار عالی. همین دوخت از همین لباس که بسیار نام خدا مقبول آمد یک قسم جنجالی معلوم میشه، چقدر وقت در بر میگیره؟
این لباس دیگه ما چون متفرقه کار میکنیم و قدر وقت منظم بخی تعیین کرده نمیتونیم. خب بازم میگیم که ما میتونیم که لباس در طول مثالش اگر که دخت یخنیایشون بگیریم ما میتونیم در 4 روز آماده کنیم، به خاطر که یخنش بسیار کار زیاد وقت کار داره و همچنان کمربندش، سرشانه‌هایش اینا کلگیش بسیار کار ظریف کاری است. دیگه ما میتونیم که در 4 روز این لباس آماده کنیم. باز از همین لباس که سایز خرد و بزرگشون داره یا نه فقط به می سایز کلان میدوزیم؟ ما خب به خود دکان فری سایز تولید میکنیم. زیادتر لباس های ما فری سایز است، اما باز مشتریایی که فرمایش میده میدیم، لارج، اکسل، دبل اکسل، هر کدام را که فرمایش دادن برشون سایز بندی میکنیم. خب بسیار عالی. و یک چیز دیگه که شاید دختر خانمایی که بیننده برنامه هستن شاید همین سبب به ذهنشون بیاد که تمنا باید در مورد قیمت بپرسه. قیمت این لباس چقدر است؟ قیمت 4,500. 4,500. باز می زیادتر محفل عروسی که میشن، خب اینا رو زیادتر هموطنای ما دختر خانم‌ها زیادتر برای شب هینا استفاده میکنن. خب زیادتر کسا نمیخرن ایره، خب چون میگم یک شب که بگذره دیگه به درد من نمیخوره، چون خانم‌ها بسیار در مود و لباس حساس هستن. میگه یک لباس باید یک دفعه به تن بکنم. خب برشون چه قسم تنها فروشی هست یا میتونید کرایه هم بتین باشه؟ کرایه زیاد میان محترمه، بخصوص در گلبار سنتر زیاد که میان نمیشه دکان ما، اما ما با کرایه فعلا در پلان داریم که ما یک دکان دیگه چی کنیم بگیریم و یک کارخانه که پس همون طبقه اوناس مورم که امروز در خانه کار میکنن اونام پس جمع شون و یک کارخانه ایجاد کنیم که اونا رو به لباس های کرایی تولید داشته باشیم. به خاطر که ما این مشکل مردم خود درک کردیم ولی در نظرم داریم که به خاطر از اونا باید ما یک محل فروشات دیگه داشته باشیم و تولید دیگه. اما دیگه نمیشه که چون دکان خود است ما هم به کرایه تولید داشته باشیم، هم به فروشات و هم به فرمایشات. یعنی فعلا دختر خانوما در خانه کارشون پیش میبرن و تولیدات؟ بله، کارهای دستی ما را مکمل در خانه میکنن. آینشانی، موردوزی، چرمدوزی یا کلگیشون در خانه میشه. دیگه وقت ما میشه که خود ما کار میکردن چون دکان خرد است، دکان وقت کلان بوده، خود نظر به یکی کرایه سر ما بسیار چارچش زیاد آمد، باز به خاطر ما پس دکان هم خود کردیم و نظر به می شرایطی که دولت امروزه چی میکنن، باز به خاطر ما هم طبقه اوناس فعلا در خانه کار میتیم. فعلا دیگه اینجا یک نمایشگاه میاین امرای ما سهم میگیرن، من تا در اینجا تولیدات خود نمیتونن کردن در خانه میکنن. بسیار عالی است ای که دختر خانم‌ها هنوزم فعالیت میکنن، ای که پیشرفت کنن و همچنان خودتان که وجودتان واقعا ما امروز با دیدن شما و همچنان اینجا بسیار خوشحال شدیم، ای که واقعا زن قهرمان هستین، فعالیت میکنن. از یاد کردین که دختر خانم‌ها در خانه فعالیت میکنن، مصروف هستن. تعدادشان چند نفر است؟ یا تعداد کسایی که فعالیت میکنن دختر خانم‌ها بیشتر علاقه مندینشان میتن یا یک تعدادشان کم هستن؟ تقریبا کسایی که در خانه امی بخشای موردوزی ها زیاد است، به هر چیزی که تولید میکنن و چرمدوز اینا رو داریم تقریبا 8 نفر هستن و گلاباتون دوز اینا ما که هستن، باز اونا طبقه ذکور هستن، اونا 4 نفر هستن. دیگه 5 نفر هم داخل خود دکان مصروف کار هستن. خب چی خوب است که ما یک چند تصویر دیگه هم از اینجا داشته باشیم چون هموطنای ما خسته نشن. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین که واقعا یک لباس اما تو دختر خانمایی که شیک پوش و ظریف پوش هستن اینمی لباسی که بر از اونا ساخته شدن؟ بله، راستی خدا که یا زیاد جلب توجه مشتری جلب میکنن و استفاده زیاد هم هسته. دیگه اینا بخمل ابریشمی هست کهشان و چرمیشان هم چرمی کار دست است که این خانمای ما که زیادتر از طرف مثلا ولایت های غوربند و ایجایا هستن اینا را کار میکنن. چرمی کار دست است توسط می ماشین های دیستی که بسیار برشان یک مشکل است، اما بیچاره کار میکنن. دیگه ما
یعنی براتون بخی واضح بگیم که خانم افغانستان بسیار خانم قوی است. بسیار اگه چی دختر خانمش هست چی خانمش هست بسیار خانمای قوی هستن که در هر شرایط میخواین که بازوی فامیل خود باشن و به رشد خانواده و اقتصاد خود و کشور خود کمک کنن، سهم بگیرن. و تنبانشون هم تنبان لیلی المتن است که اینا یک قسم دخت قدیم که خانمای ما زیاد استفاده میکردن و حالی هم رایج زیاد شده دیگه. این تقریبا از 7-8 متر تکه جور میشه که تکهش هم لیلی المتن میباشه دیگه. چادر از یام زرد است، چادر زیر کار است دیگه. این لباس ما از بخمل ابریشمی و چرمی کار دست ساخته شده. بسیار عالی. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 5,500 میگیم، بس تا 5,000 یا 4,800 یا اینم قیمت. یک گوه که پیشتر شما یادآور شدنی بود که شما زیادتر این تولیداتی که اینجا صورت میگیره به ولایات یا حتی خارج از کشور ارسال میکنین یا خیر؟ بله، ما زیادتر که فرمایشات میگیریم از کشور جرمنی میگیریم که میال فعلا هم فرمایشات اونا در زیر دست ما هستن. یک مقدارشان روان کردیم، یک مقدارشان هستن که زیادترشان واسکت های مردانه می باشه که نمیبینید شما اینجا بسته‌بندی شده و کسایش که برای بسته‌بندی مانده و طرف ماندیم. واسکت های مردانه. بله. پس چی خوب است که کامرامین عزیزم هم تصویر داشته باشه، ما هم بریم اون طرف که بر هموطنای عزیزم هم به نمایش بگذاریم که نام خدا بسیار یک واسکت مردانه بسیار مقبول است که فعلا که فرمایش آردر داریم. تو واسکت‌های چیز چرمدوزی، واسکت‌هایی که از دیگه قسمت‌های مثلا پاولی و چیزا استفاده میشه. خب فعلا ما تنها از یک دیزاین آردر داریم که این گلاباتون زرد کایی استفاده میشه. در هر از زردش یعنی علیده یک چند پیس است و از سفیدش علیده با این نشانی میشه و بخملشان بخمل ابریشمی بسیار به ظرافت بسیار خوب که این لایی زده میشه، بگرم زده میشه، استر داده میشه و سایزش هم زده میشه که یعنی هیچ اما در جرمنی کدام مشکل نباشه، فقط مشتری بگوید که کدام سایزه و از این که بسیار مقبول آمد خصوصا برای آقایان عزیز. از این چند رنگ است؟ از این جگریش است، اناریش، پسته‌ایست، سبز، سیاه، سرخ. بسیار امت یک رنگای مقبول، امت یک رنگای شیک دارن. دیگه از این واسکت‌های که خودتان یاد کردین چند مدل است فکر کنم اونجا که بسیار امت مدل‌های مقبول و همچنان ساخت وطن؟ بله، گفتم منی که ما فعلا کاردر داریم 300 دانه تنها از این دیزاین واسکت است و در پیشتر بعضی واسکت‌های دیگه هم هستن که از اونها ما آردر داشتیم و در آینده داریم. از پیشن دیگه واسکت‌های دیگه هست که از این واسکت هم خورده کلانشه، یعنی ما برای جرمنی آردر میگیریم. واقعا که بسیار اموت یک دیزاین مقبول، یک طراحی، یک چیز ظریف بسیار مقبول است. و فقط امی دکان اینجا که تولیدات شما دارین فقط لباسای گند افغانی است یا لباسای دیگر هم مد نظر دارین؟ فعلا خب ما در هر تکه که مثلا فرمایش بر ما بتن سبک ما سبک امی کالای سنتی است که ما از کار میکنیم دیشان، ولی دیگه تو لباسای عادی را نمیدوزیم. تکه بر ما فرق نمیکنه، مدا سبک ما سبک امی سنتی است. بسیار عالی، بسیار عالی. مثلا این لباس ماست، این لباس بله مثلا این لباس ما است که بسیاری اون کوچوانی میگنشه و یا کارشان چرمدوزی است، کار دست است و یخنشان بلوچی است، تنبانشان هم لیلی المتن است و سبک این تنبان تا تنبان لباس پیشتر فرق داره به خاطر که یک تنبان داره که چین است، یعنی چین داده میشه و یک مقبولی و دیزاین خاص خود داره. و این لباس ما که است، این لباس ما گلاباتون است که این مثلا این پیشوریش باز است و چادر تنبان سیاه خودش اناری است که دختش دخت گلاباتون است که از ما از این لباس های ما بخصوص از در جرمنی از جرمنی زیاد آردر میگیریم.
یعنی مورد استفاده مردم خارج هم زیادتر است. بله بسیار یک لباس مقبول و هموطنان عزیز ما که در ولایت هستن اینجا هستن چطور است سفارشایشان یا خانوما در حرمی روزا خرید فروششان چطور است لباس بر خریداری میان؟ والا زیادترش که میان فرمایش میتن و خریدشان است چون معامله هست هوا نرمال است دیگه ما فرمایشاتشان به دید قبول میکنیم و هر دیزاین که خواسته باشن برشان آماده میکنیم و در اختیارشان قرار میدیم. دیگه مشتری ها متفرقه است. کسایی هستن که هیجه هستن میان فرمایش میتن به کشورهای خارج یعنی به امریکا، استرالیا، کانادا و مشتری هایی هستن که وقتی امی برنامه ما را در چینل یوتیوب دیدن برای ما از استرالیا، کانادا، امریکا اینا امرای ما به تماس شدن و ما اردرایشان کار کردیم و مشتری دائمی ما شدن که می فعلا هم یک مقدار لباس ما در کارگاه تسلیم شد به امریکا دیگه و بعضی مشتری ما هستن که از ولایات میاین اینجا خریداری میکنن و میبرن یا با کسی به خارج روان میکنن یا مورد استفاده خود قرار میدن و بعضی مشتری ما هستن که در خود کابل زندگی میکنن و میان خریداری میکنن یا فرمایش میدن یعنی در دو صورت چپ از کرایی لباس کرایی ما در خدمتشان هستیم. بسیار عالی دیگه اینجا فکر کنم امی حیاتای عزیز حال دختن امی لباس های مقبول است چی خوب است که بریم امروز از اینا صحبت کنیم چون امی لباس هایی که من میبینم واقعا بسیار زحمت زیاد کار داره و بسیار سختی دخته میشه فکر کنم دیگه چی خوب است که لباس هایی که شما زیردست از اینا میبینین یا ماردر است یا از طرف کشور جرمنی است که چند بار ما برشان روان کردیم فرمایش گرفتیم ولی فعلا بازم فرمایش دادن. بسیار عالی. میتونین اینجا در خدمتتان. سلام علیکم بیادر خان. خوب است نامک زیبایتان؟ محمد نعیم هستم. محمد نعیم جان خسته نباشید. زنده باشید. مصروف کار هستین چی را میدوزین؟ این لباس است. همین دامنش است. ما کرمکای ایش ادش میگیریم. خب چقدر وقت میگیره دختنش؟ دختنش وقت زیاد میگیره خب در فرصت 2 ساعت 3 ساعت خلاص میشه. 3 ساعت یک لباس؟ بله. یک لباس بسیار البته یک لباس مقبول معلوم میشه. امی دختن از امی خصوصا اگه کامرامین از ما لطف کنه پیش مشکل نیست. مشکل هست. مشکل هست یا بسیار بجنجال میشه هر کدام از یا. خودتون چقدر مدت میشه که اینجا فعالیت میکنین؟ 5 ماه 6 ماه میشه. 5 ماه 6 ماه میشه. بله. خب بسیار تشکر من مزاحم کارتان نمیشم موفق باشین ان شاء الله. خب خانم رحیمی عزیز از شما میشنم که چقدر مدت میشه که خودتان اینجا فعالیت میکنین؟ ما کار شروع کردیم من سال 2015 شروع کردیم البته در شروع کار ما کار ما امرای نقره بود نقره و سنگای نیمه قیمتی که ما در پالی امی کار زرگری خود که یک بخش کلان کارخانه کلان پیش می بردم من امی کار چون در کشورهای خارجی را پیدا کردم باز کار خیاطی را پالی امی کار خود قرار دادم که سال 2017 من در لباس رو آوردم که هر دو بخش ما پالوی هم یک جای پیش می بردم دیگه فعلا بخش زرگری ما غیر فعال است اوجا هم 13 تا شاگرد داشتم 13 نفر بودن همگیش بانوان بودن دیگه کار ما منمی نقره و سنگای نیمه قیمتی بود و زیادتر آردرهای از جرمنی می گرفتیم و دیگه متفرقه در ولایات در مرکز و در کشورهای خارجی در نمایشگاه ها یا که اشتراک میکردیم به مشتریان برزه میرساندیم دیگه و فعلا مدت اینمی چیزی کم 3 سال میشه که بخش زرگری ما بسته است اما بازم تولیدات مسئولاتشان داریم تا فعلا دیگه بینیم که سرمایه هم نیست فعلا قرنطینه هم بسیار مشکلات زیاد را برای ما پیش کرد و تغییر دولت هم به او خاطر ما مشتری های بخش زرگری خود فعلا بسیار کم داریم و فکر نمیتونیم که ما درست کار پیش بریم که پس کارخانه را فعال بسازیم دیگه بخش لباس ما فعالیتش انجام داره جریان داره دیگه از سال 2017 فکر کنید من در لباس کار خود شروع کردم و تا حال
کار ما جریان داره دیگه. بسیار عالی، انشالله که موفق باشین. و یک سلامت باشین. چیز دیگه که از زیورات یاد کردین، همینجا یک چند نمونه از زیورات بسیار همت مقبول و زیبا که خصوصا با لباسای گند افغانی پوشیده میشه همینجا هستن. بله حالا یا زیورات گلیتی هستن که امرای همی لباسایی که ما آماده میکنیم اینا مورد استفاده زیاده مشتریان ما قرار میگیره و هر مشتری ما که لباس فرمایش میتن البته تقاضای زیورات هم داشته باشن ما برشان در اختیارشان قرار میتیم، چی در داخل باشه چی در خارج باشه برشان از طریق کارگوی چیزا برشان روان میکنیم. و زیورات نقره‌ای ما بیادر عزیزم اگر لطف کنم این را بر ما بکشن. یک نمونه از انگشترهایشان براتون فعلا که تنها مثلا ببینین که بانوان ما چقدر یک کار ظرافت را انجام میدادن که گرچه که از تحصیل باز مانده بودن، دخترکایی بودن که از تحصیل باز مانده بودن اما باز هم در بخش زیورات بسیار کوشش کردم و اونا همچنان در یک جای رسیدن که تنها ببینین یک انگشتر مردانه را که بسیاری مشکل از جور کردنش. مثلا این انگشتر یعنی این سنگکایی که در پالوی انگشتر پالوی نگین در بغل دنده انگشتر کار میشه، این بسیار یک مشکلات خاص خود داره که حتی ناخونای امی دخترکا با اینمی دلکای گوششان امرای ساخت از این نگین تراش میشه در چیز ماشین، اما اونا بسیار کارهای عالی انجام دادن دیگه. انشالله امیدوار هستم که باز می کارخانه فعال شه و باز مشتریان خود پیدا کنه و بر من مایه افتخار است که من دائم به شاگردایم میگفتم که ببینین که شما مایوس نشین که امروز شما نتونستین نظر به شرایطای که براتون به وجود آمده شما تحصیل کنین، شما یک جای برسین یا از طریق خانواده مانع قرار داده شده، اما امروز این زیور را که شما جور میکنین ببینید که در چقدر کشورهای خارج مورد استفاده به افتخار قرار میگیره. البته به افتخار چون این صنایع دستی است، کار دستی است. وقتی که یک مشتری میاد در خارج خریداری میکنه بسیار یک زیور را که بسیار از طریق ماشین ساخته عالی بالاترین زیور است اونا را انتخاب نمیکنن، اما زیور را که دختر افغان جور کرده و با دست کار کرده کار دستی است اونا را انتخاب میکنن و خریداری میکنن. بسیار یک انگشترهای ظریف و همچنان بسیار امت مقبول که واقعا بسیار مقبول است، خصوصا امی انگشتر که واقعا بسیار خوش ما آمده. تو قیمت از این چند است انگشتر؟ بسیار خردترک نیستی؟ بله بسیار خرد است اما همین نگینش بسیار بله مقبول است. دخترکای ما که بسیار کلککای ظریف دارن به اون خاطر دندگه که خرد برشان دادیم قوت سوخته است که مکس کار شده، این به حساب شیر شکر کار شده، باز به اون خاطر دیگه قیمتش تو بلند نیست که میتیم نمیخوانه های 700 800 به خاطر که مشتری ما میفهمیم اقتصاد کشور و با هم خاطر امروز انگشترهای مقبول است دیگه. اینا می دل من برده این انگشتر بسیار مقبول است. خب اینجا بسیار یک دستبندهای مقبول هم است. اگر بیادر عزیز ما لطف کنن ببخشید که ما امروز مزاحم کارتان شدیم، میشه که در مورد از این دستبند بر ما بگویم؟ این کارایی است که بسیار به حساب کار قدیم است و این دیگه زرگرای بسیار قدیم ما کار کرده که ما به خاطر ازمی خودش نقره می باشه نگونش هم یاقوت می باشه ما یارا خریداری کردیم و به اینجا ماندیم به خاطر که بسیاری از مشتریان ما اینا رو خریداری میکنن و با این لباسایی که ما داریم استفاده میکنن. یک لباس دیگه که واقعا مقبول است، بسیار یک دیزاین زیبا، بسیار همون یک طراحی زیبا و همچنان یک رنگ بسیار زیبا داره. چه خوب است که از خانم حاجی زاده که اینجا دیگه زحمت دادن امروز مزاحم کارشون شدیم، وقتشون رو بر ما دادن. چه خوب است که در مورد زمین لباس هم بر ما یک توضیحات بدن که چه قسم است تکیشان طراحیشه. خواهش میکنم، ما خوشحال هستم که شما امروز آمدین و از بخش کاری ما دیدن کردین. این لباس هم دیزاین لباس سیاه ابریشمی است که برتان در گودی نشان داده شد پیشتر و این رنگ لاجوردیش است که ما مثلا میتونیم که هر همین تقاضای مشتریان ما را به هر نوع رنگ و هر نوع دیزاین که اونا خواسته باشن ما برشان آماده کنیم.
بسیار عالی بسیار عالی و همچنان نزدیک یک رنگ و سیاهش است و همچنان این رنگ لاجوردی که هر و دوشون چرمه اما کار دست. واقعا بسیار هر دو لباس به می هر دو رنگ که واقعا بسیار عالی و بسیار مقبول است دیگه. من این لباس اینجا بانم که خب چی خوب است که صحبت داشته باشیم در مورد هزمی کولایی که واقعا دیگه اما تو سنگین هم است ولی بسیار اما تو مقبول است که کد لباس گندوانی دیگه یک نمود خاص دیگه داره. سلامت باشین زنده باشین. ما همشهرای محترم ما خانمایی را داریم در ولایت ها که بسیار یک استعدادهای خاصی را دارن و بسیار یک طرحهای خوبی هستند اما دسترسی ندارن امکانات ندارن و همچنان برشان موقع داده نمیشه. باز ما یک راهی را پیش گرفتیم که ما در این بخش که ما تولیدات داریم بعضی چیزهای دیگه هم که هم بتانیم این خانم‌ها را حمایت کنیم هم بتانیم که در صنعت کشور خود پیشرفت کنیم و تقاضای مشتریان خود برشان عرضه کنیم. باز ما مثلا خانم‌هایی هستند که در ولایت غزنی کار میکنن ولی نمیتونن که کابل بیاین، نمیتونن که دسترسی به همه تو یک شرکت‌های پیدا کنن یا بفهمن، ولی ما از طریق یگان عرضه کننده که مثلا برادر هستند اونا کارهایی را که میکنن، طرحهایی را که با وجود میارن، دیزاینایی را کار میکنن، چی طرحهایی را که تازه با وجود میارن، چی طرحهایی که از سابقه بوده اونا را روی کار میارن. باز ما توسط طبقه ذکور از اونا جمع آوری میکنیم، بعدا اونا را خریداری میکنیم از اونا و ما به لباسایی که داریم به خدمت مشتریان خود قرار میدیم. که مثلا شما سعی کنین که یک دختر خانم که با وجودی که یک دختر یک ولایت است یا خانم یک ولایت است و کارهای کشتکاری چیزا زیاد داره، در بخش مالداری زیاد مصروف است، اما باز هم تانسته که ایت یک طرح را یعنی به وجود بیاره و امتی یک کلاه و امتی یک دیزاین بسیار خاص استفاده آماده کنه. و این کس تو مورای خرد کار شده. بله و ما افتخار میکنیم به حوصله‌مندیشان البته که بسیار از یک موراهای خرد کار میگیرن و یعنی یک مادرایی هستن که گفتی یگان تو هم اولادداری و هم مالداری هم کشت زراحت و هم بخش صنایع دستی را اینا پیش میبرن دیگه. بسیار خانمای قهرمان هستن و نگفته نمونه که هموطنای عزیز گرچند که مورا بسیار خرد است و وقت گیر است و نگفته نمونه که چندین رنگ در اینجا کار شده. بله نمی رنگاست که جلب توجه کرده و اینا میتونن که نمی کلور نظر به می رنگایی که استفاده شده به هر نوع لباس هر رنگ لباس استفاده کنن. بله بسیار مقبول است دیگه. یک چیز دیگه هم که اینجا ما ابتکارات دیگه که دارن البته تنها خانمای غزنی نه، خانمای کل ولایت‌های ما مثلا سعی کنین که چقدر یا با گلی که در توسط موره به شمار با وجودی که اینا بی‌سواد هستن اما یا بسیار دیزاین‌های خاص را از توسط موره در روی یک چیز کار میکنن، طرح را با وجود میارن که اینیا یک کمربند است که در پیران کار میشه و بسیار یعنی نمی کمربند ما میتونیم در چند رنگ لباس کار کنیم چون چند رنگ مورد ای استفاده شده و بسیار زیبایی خاص تارات او داده شده، زری تار زری کت از اینا مد شده دیگه. بسیار یک چیزی هست که و مقبول و این کمربند تنها نیست بلکه یا سرشانه‌های خودم دارن یک جور سرشانه‌ای همچنان همراه یک کمربند که یک سیت گفته میشه کم در سرشانه استفاده میشه هم در کمر. بسیار مقبول. و یک چیز دیگه این مربوط قسمت کمر میشه. بله و این رو ببینین که به چقدر یک طرح بسیار مقبول کار میشه. این به نام زندیات میکنن دیگه که هم دیزاینای بسیار خاص و مقبول خود داره و این زیادتر در سرشانه کار میشه و در قسمت کمر کار میشه. برای زیبایی لباس دیگه. بله. بسیار یک چیزی تو ظریف و مقبول است. موره است. کلش هم کار موره است که به بسیار این رنگای بسیار به هر رنگ و به هر دیزاین کار میکنن این خانما و یعنی خانمای پرکار هستن که میخواین که امی تولیداتشان محصولاتشان به داخل کشور و خارج کشور در اختیار مردم قرار بده. چه خوب است که دختر خانمای افغان همه فعالیت بکنن انشالله که با امید پیشرفت همه دختر خانمای افغانستان. و دستکولای مقبولی که بیشتر نظر من همچنان اینجا جلب کرد که تو دستکولای بسیار مقبول و همچنان که تولید وطن هست که میشه در مورد از دستکولای بسیار مقبول بر ما یک معلومات کوتاه بدین.
ما علاوه به اینکه ما یک بخش زرگری داشتیم در ارزان قیمت، ما یک بخش دستکال هم کار میکردیم. گرچه بانوها تعداد بانوها در این کم کار میکردن به تعداد یک 6-7 نفر، اما بسیار یک دیزاینای مقبول را کار میکردن که از چرم وطن استفاده میکردن، از نخ وطن استفاده میکردن و این بانوان به بسیار شوق و ذوق که افتخار میکردن که ما تانستیم که ما دستکولا رو جور کنیم، بیکار رو جور کنیم، بیکای سرشانه‌ای رو جور میکردن و در آلمان اینا مشتری داشتن که ما برشان در آلمان صادر میکردم و اونا میتونستن که از این طریق همی اقتصاد خود و خانواده خود در نظر داشته باشن و کمک شون دیگه. علاوه به این که به این دیزاین دستکال کار میکردن، دستکالای کامپیوتر همچنان کار میکردن که چرم وطن، نخ وطن، گلم وطن کار میشد و یک مارکی هم که ما در نظر گرفته بودیم به نام افغان دیزاین، به نام افغان دیزاین که در دستکولا استفاده میشد در بیکاویا. متاسفانه فرمایشی هم که داشتیم دمی آخر دیگه در سر از اینکه کارخانه بسته شد و مشتری ها و راه بسته شد، راه مواصلاتی بسیار مشکلات ایجاد شد دیگه، فرمایش هم اینجا ماند و کارخانه بسته شد و فعلا دیگه کارخانه دستکارسازی و زرگری بسته است دیگه، فعال نیستن. بسیار تشکر از شما، انشالله که به امید موفقیت های هرچی بیشتر دیگه. بیادر عزیز شما هم خسته نباشین، بسیار تشکر از اینکه وقتتون بر ما دادین و یک تشکر خاص از تمام شما وطنهای عزیز که امروز بیننده اولین برنامه ما بودین. تا دیدار بعد و برنامه های بعد، خدا نگهدار.